بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان آشنایان سلام. امشب میخوایم یه معجون درست کنیم که در طب سنتی و طب بوعلی سفارش بسیار شده برای باز کردن رگهای خونی و عروق قلب. بسیار بسیار سفارش شده. نیاز داریم به 3 دونه لیموی ترش و تازه و 30 حبه سیر که لیمو رو سر و ته لیمو رو میزنیم و به صورت ورقه در میاریم، چارقاش میکنیم، هسته لیمو رو جدا میکنیم و داخل ظرف یا قابلمه میچینیم به این صورتی که مشاهده میکنیم و 2 لیوان آب هم بهش اضافه میکنیم و میذاریم روی اجاق گاز و با حرارت ملایم به جوش بیاد تا زمانی که به جوش و قشنگ قوام میاد. به این صورت در میاد که ما قبلا آماده کردیم و میخوایم استفاده کنیم انشالله، که برای سلامتی و به اصطلاح چربی زدایی از بدن بسیار بسیار مفید و سفارش شده. انشالله دوستان آشنایان درست کنن و استفاده کنن. بعد از اینکه به جوش اومد میذاریم کنار گوشه سرد که شد، اون رو صافی میکنیم و هر روز صبح 1 قاشق ازش استفاده میکنن. اونایی که چون یه مقدار تلخ و تند هستش، اونایی که نمیتونن ازش استفاده کنن، 1 قاشق عسل هم بهش اضافه کنن، بسیار بسیار عالی و خوبه. انشالله که دوستان این معجون رو درست کنن و استفاده کنن. ما آماده کردیم و الان میذاریم کنار تا سرد بشه و از صافی هم عبورش میدیم، صاف و تمیز میذاریم داخل یخچال بمونه تا 3 هفته 4 هفته. میتونید از هر روز صبح 1 قاشق استفاده کنید به همراه عسل تازه و عسل ارگانیک هم باشه که بسیار بسیار مفید و عالیه. انشالله که همیشه صحیح و سالم و سلامت باشید. السلام، خدا نگهدار.